خب دوستان عزیز، بعد از این موضوعی که ما شما داریم رایت کلیک بالای صفحه دسکتاپ است. شما باید دارید که ما به شما موضوعی را که تشریح کرده بودم در قسمت چی بود در ماوس کامپیوتر. ما گفته بودیم که ماوس ما شما دارای 3 بتن است. بعد این قسمت یک ماوس را بی انتخاب بکنم که مناسب تمام هر 3 بتنش نشان داده شد در این قسمت. شما ببینید دوستان عزیز، در اینجا کدام ماوسی که ما شما در تصویر داریم. در این تصویر شما بهتر میبینید که ما شما 3 بتن داریم. یک بتن رایت کلیک، لفت کلیک و اسکرول بتن. وقتی که ما در روی صفحه دسکتاپ رایت کلیک میکنیم یعنی کلید راست میکنیم، وقتی رایت کلیک میکنیم به شما یک مینو باز میشه. اگر ویندوز شما ویندوز 10، 7 یا 8 باشه، از این مینویی که به ما باز شدم شاید به شما البته یک مینو به این رنگ باز میشه، معمولا رنگش سیاه می باشه یا سفید می باشه، او دیگه نظر به دمز کامپیوتر شماست. اما این چیزا می باشه. خب یک چیز در اول شاید اضافه باشه در کامپیوتر شما به نام پاور. پاور دوستای عزیز وظیفه‌ش پسانتر براتون در آخر درس تشریح میکنم. موضوع یعنی خاموش کردن کامپیوتر است که پسانتر براتون تشریح میکنم. حالا میایم از ویو شروع میکنیم که این آپشن در تمام کامپیوترها مشترک است. البته در تمام ویندوز ها ببخشید. و موضوعاتی که تا فعلا براتون تمامش تشریح کردیم در تمام ویندوز ها مشترک است. یعنی در تمام ویندوز ها در این صفحه هر چیزی که است با همه ویندوز ها ما او را آیکن میگیم. همین قسم آیکن ها در تمام ویندوز ها سیستم آیکن و یوزر آیکن است. خب این در تمام ویندوز ها مشترک است. اولین چیزی که ما شما در قسمت ویو داریم دوستان عزیز موضوع نمایش است. ویو به معنای نمایش. حالا همین آیکن هایی را که شما در این صفحه میبینین، مثلا سایز از این به طور مثال شاید به شما خردتر باشه یا کلانتر باشه، میخواین که تغییرات بیارین. آپشن اولی است لارج آیکانز. لارج آیکانز به معنای بزرگ کردن همین آیکون ها را برای ما چی کن بزرگ بساز. وقتی کلیک میکنیم آیکون های ما شما تمامشان سایزشان بزرگتر میشه. هر قدر آیکونتان که زیادتر باشه به اون قدر صفحه تان زودتر پر میشه و هر قدر کم باشه و همون قدر کم میشه. در کنار از این موضوع دوم یا آپشن دومش چی است؟ میدیم آیکونز. یعنی به اندازه میدیم است که اندازهش به این اندازه به شما خرد میسازم. و بعدیش که به ما شما است اسمال آیکونز است. وقتی که بالای از کلیک بکنین آیکون های شما به این اندازه کوچک میشه. موضوعی که روزهای گذشته هم به شما تشریح کرده بودم در مورد ماوس بود. او ماوس چی است؟ اسکرول بتن است. اسکرول بتن دوستای عزیز اگر شما بیاین در کیبورد کامپیوترتان کنترل پرس بگیرین، یک بتن ما شما دارید به نام کنترل که در سر کیبورد کنترل نوشته شده، اما معنایش کنترل است. اگر این شما پرس بگیرین یعنی فشار بگیرین و همین اسکرول بتن به طرف خود کامپیوتر هدایت بتین، سایز آیکون های شما از اندازه که فعلا مثلا به این اندازه است از این کردم بزرگتر میشه. من متاسفانه فعلا با خود ماوس ندارم که موضوع رو براتون عملی نشان میدادم. خودتان حتما کار بکنین. یعنی از سایزی که فعلا در این صفحه میبینین از این کرده هم بزرگتر میشه سایز آیکون ها و میتونین که شما از این کرده بزرگتر هم استفاده کنین. بیاین مثال عملیش براتون میتونم که بهتر در دیگه چیزها نشان بدم. مثلا در این قسمت شما ببینین که به من آیکون ها است. از اینجا من میتونم به این قسم رایت کلیک ویو و این را بگویم که لارج آیکون، مثلا اموری صفحه دسکتاپ چقدر اندازه‌ای که با ما شما بود لارج آیکون به این اندازه. حالا اگر این را میخوایم بزرگتر بکنم کنترل پرس بگیرین، شما که وقت اسکرول میکنین به این قسم سایزش چی میشه بزرگتر میشه. در این صفحه هم همین کارا میتونین شما انجام بدین و سایز آیکون ها را خرد و بزرگ بکنین نظر به ضرورت و دلخواهتان. این بود دوستان. ببخشید در فتوشاپ یا ایلاستراتور میتونیم همین از استفاده کنیم زوم اوت؟ بله، در اونجا آلت پرس بگی باز از اسکرول بتن استفاده که صفحه برات زوم این یا زوم اوت میشه. در فتوشاپ یا ایلاستراتور آلت پرس بگی، بدون آلت نمیشه. کنترل و شفت و چیزا در اونجا کار نمیده، آلت باید پرس بگیرین. خب آلت ان شاء الله دیگه حتما آشنایی دارین، چون این سوالا که کردین حتما استفاده میکنین. بتن آلت ما شماست. خب این بود موضوع خرد کردن بزرگ کردن امی آیکن های ما شما که در قسمت اولش دیگه بود. قسمت دومش دوستای عزیز اتو ارنج آیکونز است. چی کار میشم؟ اگر ما او آپشن فعال باشه، اتو ارنج آیکونز فعال باشه، من میخوایم که این آیکن
چی از پاورپوینت جور کرده میره. من میخوام که در این قسمت صفحه قرار بدم، ولی ببینید که فعلا انتقال پیدا نمیکنه. به خاطر درک بهترتان میخوام عکس صفحه را تبدیل بکنم که موضوع رو بتونم واضح‌تر و بهتر تشریح بکنم. یا مثلا من میخوایم که از این قسمت مثلا این 3-4 تا عکس است یا هر چیزی که است، آیکان ها رو انتخاب میکنم، میخوایم که در این قسمت قرار بدم، ولی ببینین به من اجازه نمیده، یعنی نمیآید. چیزی را که از اینجا من انتخاب میکنم میخوایم در این قسمت بیارم، به من یعنی هم کار دلخواه من نمیشه، یعنی همی تزیین روی صفحه به دلخواه من نیست. پس چی کار میکنم؟ در قسمت ویو میایم و آتو آرنج آیکونز غیر فعال میکنم. آتو به معنای اتومات و آرنج منظم آیکون ها را، یعنی آیکون ها را به من به شکل اتومات منظم بساز. اگر این آپشن غیر فعال بکنم، حالا که هر آیکون هر عکس را هر جایی که من دوست داشته باشم اونجا قرار داده میتونم. به طور مثال شما ببینید که من راحت هر چیز هر جایی که دوست دارم میتونم قرار بدم. به این شکل شما میتونید که هر جا دوست داشته باشین نمیره قرار بدین، چرا که آپشن غیر فعال شد. خب این حالی که غیر فعال شد دوستان عزیز، ما شما صفحه کامپیوتر ما شما به شکل گراید است. گراید چی رو میگه؟ شکل گراید شکل ما شما رو میگه. همین پروگرام اکسل که شما میبینین به شکل چهارخانه است، این ما شما گراید میگیم، یعنی قطارهای منظم است. ببینین به شکل عمودی هم قطارهای منظم داریم و به شکل افقی هم قطارهای منظم داریم. حالا در این قسمت در این صفحه دسکتاپ همین قسمت ببینید مثلا این قطار منظم است، این قطار دوم منظم است، این قطار سوم، این چهارم به این قسم به شکل عمودی و افقی همه موارد منظم تهیه شده و جور شده. این حاله آپشن بعدی به ما شما چی کار میکنم؟ در این قسمت آپشن بعدی ما شما Align Icons to Grid، این آپشن فعلا فعال است. من میخوایم اینی عکس را که قرار است در اینجا موجود است، من میخوایم که بالای از این عکس قرارش بدم، ولی به من اجازه نمیده. یا مثلا من را میخوایم که در این قسمت دلخواه خود در اینجا قرار بدم، بازم نمیشم. یا در کل ما میخوایم از این آیکون‌های خود در روی صفحه یک استایل مقبول بسازیم، مثلا یک گل میخواین بسازین، حرف نامتون میخواین نوشته کنین، هر چیزی که دوست داشته باشین، ولی شما این کار انجام داده نمیتونین، چرا که اینا همگی به شکل قطارهای منظم است. پس وقتی که قطارهای منظم است من میگم نه، برای من اجازه بده که من فری کار کرده بتونم، هر جا که هر چیز دوست داشته باشم قرار داده بتونم. خیلی بیاین آپشن غیر فعال بکنین. Align Icons to Grid غیر فعال کردم. وقتی غیر فعال کردم یک بار میرم این آپشن اتو ارنج آیکن فعال میکنم که تمام دیتا های من یک طرف آیکن ها منظم جمع شه و پس دوباره غیر فعالش میکنم. حالا دوش غیر فعال شد، بیاید در این قسمت قرار بده، مثلا در این قسمت قرار بده، ایرم در این قسمت، ایره در این قسمت. اینا هر شکل را که شما دوست دارین بسیار به شکل ساده یا آسانی میتونین بسازین، ولی قبلا ما شما این کارم انجام داده نمیتونستیم که این کار انجام بدیم. مثلا ببینید در این قسمت هر چیزی که شما دوست داشته باشین حرف نام نوشته بکنین، حتی سر به سر نمیخواین قرار بدین، به اینجا میتونین سر به سر قرار بدین، هر چیزی که شما دیگه دوست داشته باشین به اون قسم امکان داره. اشکال مختلف یا مثلا حال از ما بیری بار آیکن ها زیاد است، به اون خاطر نمیشه دیگه که من کدام شکل چیزی رو بسازم. پس ایشو دوستای عزیز موضوعاتی که مربوط آیکون شده. حالا ببینید من امی الان آیکون تو گراید فعال میکنم. اینجا ببینید چقدر بیرو بار ما جور کردیم. در اینجا میایم محکم دیگه بیرو بار گردباری رو جور میکنم، چندین آیکون ها رو میارم سر و سر هم قرار میدم. ببینید چقدر اینجا حالا شلوغ هم آیکون ها زیاد است. اما اگر من بیایم می آپشن فعال بکنم الان آیکون تو گراید، ببینید چی میشه، همگیش منظم به شکل قطار جور شد. اگر او غیر فعال باشه باز قطار نیست دیگه، شما بدل خودتان هر چیزی که دوست دارین به مو استایل قرارش میدین. به این قسم شما میتونین که استفاده بکنیم. خب در درس های قبلی شما متوجه شده باشین یا امی درسی که قبلا بود روی صفحه ما هیچ چیزم نبود، آیکن های ما مکمل میگم پنهان باشه، هیچ من نمیخوایم کسی ببینه. یا مثلا بعضی اوقات بعضی دوستایتان هست میای در مای کامپیوترتان میره، مثلا در این صفحه تان معمولا موجود می باشه، باز میای داخل میشه در فایل های شخصی تان دست میزنه و گیم بزنه و همچین موارد اینجا داخل میشه. پس شما میخواین که دسترسیش قید بکنید، نمیخواین که باشه، شما بیان رایت کلیک بکنید در ویو آخر آپشن شو دسکتاپ آیکون غیر فعال بکنید، روی صفحه تان خالی میشه و هیچ آیکونی موجود نیست. به خاطر پس آوردن از این همچنان باز رایت کلیک بر صفحه دسکتاپ و بیاین چیکنین شو دسکتاپ آیکون فعال بکنید و می قسم به شما همین دیتایتان پس دوباره
موجود میشه، میتونید از پیش استفاده بکنید. یا از طریقه های هاید کردن و پس دوباره انهاید کردن آیکن ها در روی صفحه دسکتاپ. و قابل ذکر است دوستای عزیز که تمام مواردی که براتون تشریح کردم باید در یک ساحه خالی رایت کلیک بکنم، نه که بالای فایل. اگر بالای یک عکس شما رایت کلیک بکنین و شما این قسم یک مینو باز میشه، اگر بالای یک فایل مثلا از ما فتوشاپ از کلیک بکنیم این قسم باز میشه، اگر بالای یک ویدیو شما کلیک بکنین یک مینوی جداگانه باز میشه، بالای فولدر کلیک بکنین مینوی جداگانه باز میشه. پس در ساحه خالی که شما کلیک بکنین موضوعات ویو و مثلا همین موضوعاتی که فعلا براتون تشریح کردم مکمل در این قسمت موجود است و شما میتونین از او استفاده بکنین. با امیده که تا این قسمت توانسته باشم واضح تشریح توانسته باشم و فهمانده باشم. این بود این قسمت درس ما.